سلام و عرض ادب آقای دکتر، حال شما چطوره؟ آقای دکتر، خیلی از دوستان توی دایرکت و توی سوشال مدیا ها از ما میپرسن که نظر آقای دکتر به عنوان یک دندانپزشک برای سرمایه گذاری یک دندانپزشک در چه زمینه‌ای هست؟ به نام خدا، در مورد اینکه یک دندانپزشکی که تازه فارغ التحصیل میشه، حالا بکنم مد نظر همین باشه، روالی که من خودم رفتم همین بوده که تمام سرمایه گذاری ها رو به سمت و سوی من بردم که برآیندش به سمت کار خودم باشه. حالا از جمله این که شاید من قبل از اینکه یک آفیسی بخرم سرمایه‌ام رو توی ملک بخوانم، بیشتر کاری که کردم این بوده که سعی کردم بهترین ها رو برای تجهیزات آفیس خودم قرار بدم و با اونا بتونم برندسازی بکنم، تمایز ایجاد بکنم و رقابت بکنم. از جمله این که مثلا حالا یک زمانهایی سرمایه‌مون رو گذاشتیم به خاطر اینکه بریم کشورهای مختلف یاد بگیریم یا دوره‌های مختلف شرکت کنیم. شاید حالا زمان ما یه ذره این سرمایه‌گذاری خیلی زیاد بوده به خاطر اینکه دوره‌هایی که توی کشور ما بوده خیلی کم بود و من به خاطر اینکه این مسیر رو طی بکنم شاید بالای 36 تا کشور سفر کردم. الان وضعیت بهتره، ولی بهترین سرمایه‌گذاری رو قبل از فارغ التحصیلی و بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی توی مهارت‌ها و تجهیزات مهم و متمایز رو بهتره که انجام بدین. بعدها میتونین حالا شما این سرمایه‌گذاری رو باز برآیندش رو به سمت همین مجموعه و همین کار خودتون انجام بدین. از جمله این که حالا شاید یه ملکی بخرین، اون رو گسترش بدین، کلینیک تبدیل به یک کلینیک بکنین، لابراتواری کنارش بزنین یا حتی آموزش هایی رو در کنارش داشته باشین. من توصیه میکنم که تمام فکر و ذکر یک دندانپزشک از جمله سرمایه گذاری باید برآیندش به سمت کارش باشه. مورد بعدی که باید بهش اهمیت بدین و سرمایه گذاری کنین انتخاب تیمتون هست. این انتخاب تیم هم نیاز به صرف وقت بیشتر، هم نیاز به سرمایه گذاری بیشتر، هم به آموزش بیشتر برای این پرسنل خواهد بود و بیمار با اولین کسایی که برخورد میکنه باید از مهارت خوبی برخوردار باشه. خب آقای دکتر، مورد بعدی که خیلی از ما میپرسن حد سرمایه گذاری در تبلیغاته. اصلا آقای دکتر مرشدی با سرمایه گذاری در تبلیغات موافق هستن؟ نیستن؟ شرایط چجوری هستش؟ یه توضیح بدید ممنون میشه. قطعا تبلیغات لازمه، ولی همه لازمه، به خصوص اونایی که تازه شروع به کار کردن. ولی حواسمون باشه برای تبلیغات یک محتوای خوب لازم، یک سرمایه گذاری برای تولید محتوای خوب و یا یک کادر بسیار مجرب برای ساخت یک محتوا. و برای این کار شما هم باید برنامه داشته باشین، هم باید ایده داشته باشین و هم یک تیم خیلی ماهر که بتونه جذابیت رو برای محتواهای شما به ارمغان بیاره.